دارین چه غلطی میکنین؟ به فریادم دسته پیر خرابات، به یک جرعه جوانم کن که پیرم. تو خجالت نمیکشی به جای اینکه جلوی اینا رو بگیری هم پیالشون شدی؟ باشه کوچولی، چشماتو واکن. واقعا خجالت نمیکشه جناب داروغه؟ ما چه کاری نمی کنیم؟ آب پاک و انگور حلال رو خوردیم، جلوی خورشیدم نشستیم. خدم دیوونه چه کار کرده؟ آی حواستون باشه، من پسرعموی سلطانم. دستتون به هم بخوره پدرتون رو در میارم. خدا جناب سلطان بهتر به حساب میرسن. بهلول جان حق نداشته اینا رو کتک بزنه، فقط باید تذکر لسانی میداده. برای همین داروغه میتونه تقاضای قصاص کنه. دفاعی داری بهلول؟ من فکر نمی کردم داروغه طوریش بشه. دیوانه، کلوخه به اون بزرگیر زدی تو کله من، میگی فکر نمی کردم طوری بشه. من دیدم اینا دارن مشروب میخورن و به بدنشون ضرر میزنن. خودشون گفتن نه، مشروب ضرری نداره، چون آب و انگور و آفتاب ضرری ندارن. خب منم یه چیز بی ضرر سمت داروغه انداختم. آب و خاک و آفتابم ضرر ندارن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند پذیرای امر به معروف باشید و خودتان نیز به معروف امر کنید. پذیرای نهی از منکر باشید و خودتان نیز از منکر نهی کنید.